بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الرحمتان موفق و پیروز و سربلند باشید. الرحمتان رو بی نهایت سپاس از اینکه این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره کنار هم بیایم با آیات دیگر از این سوره عظیم. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 206 از این سوره مبارکه رو پیش رفتیم و بیاری الرحمتان در این برنامه هم آیات دیگر از این سوره رو به تلاوت خواهیم گرفت. در درس گذشته به همراه شما گرامیان درباره آیات 204 تا 206 از این سوره صحبت کردیم، آیاتی که موضوع نفاق رو الرحمتان و منافقین رو مطرح نمود. بعد از آیات مرتبط به حج که بعد از آیات جهاد ذکر می شد. در پایان آیات جهاد الرحمتان از ما خواست برای جهاد آمادگی بگیریم، تجهیزات نظامی و خرج کردن برای نبرد و میدان جهاد و تقوای الهی با اراده الهی و ارتباط با الرحمتان و تجهیز لشکر و آمادگی بر لشکر. آیات حج شروع شد که اشاره به وحدت امت اسلامی و یک دست شدن صف مجاهدان دارد و تمرینی است برای این وحدت با وحدت عقیده، وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت لباس، وحدت عبادت ها و مدرسه است برای توحید، برای یک دست کردن، برای وحدت و یک پارچگی امت. و بعد از این سه مورد چهارم مورد منافقین رو ذکر فرمود که شما نشود که منافقان شما را فریب بدهند، کسانی که مسلمان نیستند، کسانی که در صف دشمن هستند و آمدن و اینها لباس شما رو به تن دارن، اینها ظاهری مثل شما دارن، در بین شما هستند، با شما زندگی میکنن، چه بسا با شما وصلت دارن. اینها رو بشناسید. در بین نفاق الرحمتان برای ما صحبت فرمود در آیات مختلف دیگری در کلام الله مجید، خصوصا آیاتی که مرتبط به جهاد است. الرحمتان همیشه از منافقین میگوید تا به ما گوش زد نماید که مواظب منافقان باشید. وقتی در نبرد پیروز میشوید که از شر جاسوس ها، نفوذی ها، خائنان و کسانی که در صف دشمن قرار گرفته‌اند در میان شما از شر اینها خلاص بشید. منافقان رو بشناسید، فریب ادعای آنها را نخورید، ولو اینکه سخن آنها شما را به شگفت آورد. و از جمله صفاتی که برای مردمتان معرفی فرمود در این آیات این است که آنها با زبان قسم هم میخورند، زیاد قسم میخورند. منافق زیاد قسم میخورد و همچنین به دنبال نشر و پخش فساد در جامعه هستند، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اداری، فساد اجتماعی و فساد اخلاقی. خصوصا آیه اشاره به این داشت که ما یهلکون حرث و نسل، به دنبال فاسد کردن حرث و کشتزارها هستند، از مزارع و از آنچه که مورد نیاز جامعه است بگیریم در معنای ظاهری و ابتداش و زیرساخت‌های یک جامعه و اقتصاد در جامعه، تا معنای حرث رو اگر به کشتزار رحم مادران تشبیه بکنیم، برای فاسد کردن زنان جامعه تلاش میکنن منافقان و سعی میکنن تا اونها رو از بین ببرن، فساد ایجاد کنن، فساد اخلاقی ایجاد بکنن و جامعه رو، خانواده رو از هم بپاشانند و خانواده که درست رو جامعه درست میشه و سنگ اول بنای جامعه خانواده است و این بسیار مهم است. و همچنین الرحمتان فرمود که اینها کسانی هستند که وقتی اونها گفته می شود که از خدا بترس، به اینها بر می خوره
و متکبر هستند و مغرور هستند و بیشتر به گناه و فساد خود میپردازند. الله متعال هیچ فسادی دوست نداره. الله متعال از فساد خوشش نمیاد. فساد رو دوست نداره. فساد سیاسی باشه، فساد اداری باشه، فساد اجتماعی باشه، فساد اقتصادی باشه، فساد اخلاقی باشه، فساد اعتقادی باشه. همه اینها رو دین مبین اسلام بد میدانه. به یک جامعه اسلامی نباید همچین فسادی در او باشد و منافقان تلاش میکنن برای ترویج این فساد. در روایت دیگه رسول الله علیه السلام در روایتی فرمود منافق 4 صفت دارد. هر کسی که این 4 صفت در او باشد منافق خالص است. اگر کسی یک از این صفات در وجود او بود یک شعبه از نفاق دارد. اذا حدث کذب، وقتی سخن میگه جا دروغ میگه. دروغ گفتن یک از صفات منافقین است. مواظب باشیم دروغ نگیم. دروغ خیلی کار بدی است. خیلی زشته که یک بچه مسلمان دروغ بگه. دروغ رو مشرکین قریش در برابر رسول الله هم دروغ نمیگفتن. اونها هم حتی یعنی در جنگ با رسول الله علیه السلام دروغ گفتن رو بد میدانستن. مشرکان قریش. دروغ شایسته شأن یک انسان نیست، چه برسد مسلمان باشد. هیچ انسانی شایسته شأن اون نیست که دروغ بگوید. دروغ یک از صفات منافقین است. اذا حدث کذب، دروغ نگیم. این یک از صفات بارز منافقین این است که زیاد دروغ میگن. و همون اذا وعد اخلفه، وقتی که وعده میده به وعده خودش عمل نمیکنه. یکی از صفات منافقین این است که براش مهم نیست وعده دادن، به وعده خود عمل نمیکنه. وعده میده به دیگران، سر کار میگذاره مردم رو، منتظر میگذاره مردم رو، اون وعده خودش عمل نمیکنه. و همچنین فرمود که صفت سوم آنها این است که اذا عاهد غدر، وقتی که در یک پیمانی وارد میشه خیانت میکنه. در حدیث دیگری فرمود که اذا اؤتمن خان، وقتی که امانتی داده میشه و در امانت خیانت میکنه. و در صفت 4 فرمود که و اذا خاصم فجر، در دشمنی ها بسیار فجور میکنه، خیلی شدید بد دشمنی میکنه، لجوجانه سرکشی میکنه در دشمنی آمد. وقتی که جنگ میکنه درگیر میشه، فحش های رکیک و رعایت نمیکنه اصلا، در کینه و بغض و دشمنی با دیگران بی حد پیش میره. و در روایت دیگه رسول الله علیه السلام فرمود که بدترین انسانان نزد الله متعال دشمن لجوج است. کسی که در دشمنی بسیار لجوج سرکشی میکنه، دشمنی رو هم بی حد دیگه پیش میبره. الله متعال اینو دوست نداره. رسول الله فرمود کسی که این 4 صفات رو با هم داشته باشه منافق خالص است. اگر یکی از اینها رو داشته باشد یک شعبه از نفاق دارد. از الله متعال میخوایم که ما شما رو نجات بده از این صفات بد که متاسفانه مشاهده میکنیم احیانا. رسول الله فرمود این 4 صفت رو اگر کسی همه رو داشته باشه منافق خالص است. دروغ بگه و به وعده خودش وفا نکنه، امانت رو خیانت بکنه، در جنگ ها اخلاق رو رعایت نکنه و جنگ خودش رو با دور و بریای خودش، با هم نوعان خودش فجور در جنگ داشته باشه، بی حد دیگه افراط بکنه در جنگ، در صحبتش، در رفتارش، در تصمیم گیری‌هاش، در کینه و بغضش. الله متعال ما شما نجات بده از این صفات و از این افراد، منافقانی که اینها مار در آستینن و اینها سلول سرطانی در بدن هستند که اگر جلوی اینها گرفته نشود کل بدن رو از بین میبرن. و جمله صفات دیگر اینها در آیات دیگر الله متعال برای ما فرمود که دشمنی با صحابه رسول الله علیه السلام در آیه 13 سوره مبارکه بقره و همچنین دشمنی با همسران رسول که درباره ام المؤمنین عایشه میبینیم که منافقان این تهمت رو بهشون زدن و هر کسی که این تهمت رو ادامه بده در راه منافقان قرار دارد و یکی از صفات منافقان در این امت است. و همچنین کشتن مسلمان ها، همراهی با دشمنان بر علیه مسلمانان، کمک کردن به دشمنان برای زدن مسلمانان به شکل‌های مختلف و هر شکلی که کمک میکنن برای زدن مسلمانان، کشتن مسلمانان، از بین بردن سرزمین‌های اسلامی، کشتن انسان‌های بیگناه مسلمان، این همه از صفات بارز منافقین است و در هر دسته و گروهی ما داره. منافق احیانا نماز میخونه، احیانا لباس دین به تن داره، احیانا سخنرانی‌های خوبی میکنه. وقتی پیامبر این امت رو منافق به شگفت می آورده، ما و شما رو به طریق اولا شاید فریب بدهد. خلاصه بس این که هر کسی که ادعای اسلام دارد، ظاهر اسلامی دارد، نمیتواند که مسلمان باشد. به ظاهر افراد فریب نخوریم، رفتار اونها رو ببینیم، کردار اونها رو ببینیم، برخورد اونها رو ببینیم. اگر در راه منافع مسلمانان حمایت از اسلام بود، میشود بهش اعتماد کرد.
اما وقتی که صحبتش یک چیز است، رفتارش چیز دیگری است، ملاک رفتار است نه صحبت. در ادامه در آیه 207 الله متعال بعد از این که منافقان رو معرفی فرمود، برای ما از مؤمنان مخلص حقیقی میگوید. گرچه هستن کسانی که منافقن در صف امت اسلامی، اما مؤمنان مخلص حقیقی هستند که جان خود رو که بزرگترین سرمایه زندگی آنهاست در راه کسب رضایت الله متعال فدا میکنن. نه تنها دنیای خود رو بلکه جان خود رو فدا میکنن. در آیه 207 الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس، شبیه همون تعبیری که برای منافقین استفاده کرد و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا در آیه 204. اینجا در آیه 207 باز میفرماید و من الناس، و از مردم باز کسانی هم هستند و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از انسان ها باز کسانی هستند که من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسی که نفس خود را می فروشد، جان خود را می فروشد در راه الله متعال، بر الله متعال می فروشد. جانی دارد او را می فروشد بر الله متعال، یعنی اینکه برای اینکه رضایت الله متعال رو به دست میاره به چی می فروشه؟ ابتغاء مرضات الله، برای به دست آوردن رضایت الهی، برای این که الله متعال از خود خوشنود بکنه، حاضر جان خود رو فدا بکنه. در سوره مبارکه توبه الله متعال در 111 برای ما میفرماید ان الله اشترى، الله متعال میخرد من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جانهای اونها رو، مالهای اونها رو، به ان لهم الجنه، در مقابل با آنها جنت میدهد. الله متعال میخرد و اینها میفروشند. عده‌ای هستن نه تنها برای آنها مال دنیا مهم نیست، جانشان که بزرگترین سرمایه آنهاست، برای کسب رضایت الله متعال به کف میگذارند، در میدان میآیند برای پیروزی در نبرد، برای پیروزی در برابر دشمن. به چنین افرادی نیاز است، کسانی که جان رو به کف میگیرند، در میدان میآیند و جان خود رو فدا میکنن. وقتی جان رو فدا بکنن به طریق اولا مال خود رو فدا میکنن. دیگه نیاز نیست که گفته بشه مال خود رو هم فدا میکنن. کسی که جان خود رو فدا میکنه مال خود رو هم فدا میکنه، وقت خود رو هم فدا میکنه، زندگی خود رو هم فدا میکنه، آسایش و آرامش خود رو هم فدا میکنه، هر آن چیزی رو که به دست آورده فدا میکنه تا رضایت الله متعال رو به دست میآوره. برای یک انسان مؤمن حقیقی مسلمان یک چیز مهم است، کسب رضایت الله متعال. جان خود رو برای رضایت الله متعال فدا میکنه. برای مهم نیست مردم چه میگن، راضی میشن نمیشن، خوششون میاد از این کارش نمیان، او رو به چی متهم میکنن، چی دربارش میگن، هیچ مهم نیست. مهم نیست که مردم چه میگن، مهم این است که الله متعال چه میخواهد. انسان مؤمن باید در زندگی به این هدف برسد، به این مسیر قدم برداره، فقط به خاطر کسب رضایت الله متعال تلاش بکنه، سعی بکنه الله متعال از خود راضی نگه دارد. بقیه ناراض باشن راضی باشن مهم نیست. انسان مؤمن این گونه است. انسان مؤمن با آخرت فکر میکنه، مثل منافق نیست، مثل کافر نیست که فقط به دنیای خود فکر بکنه، فقط دنیا باشن. همچنین ما در آیات سوره مبارکه حج وقتی در پایان الله متعال دعاهای مختلف رو گفت، فرمود یک عده میگن ربنا آتنا فی الدنیا، فقط در دنیا ما بده و ما له فی الاخره من خلاق. اینها مثال منافقینن، اینها مثال کفار و مشرکینن، فقط دنیا رو میخوان، برایشون اصلا آخرتی مهم نیست. اما الله متعال میفهمد عده دیگری در مقابلشون بودن، گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این حکایت این افراد است، کسانی که دنیا رو از الله متعال طلب میکنن، اما وقتی که نیاز باشه جان خود رو هم میدن برای به دست آوردن آخرت. اونا بیشتر به آخرت میاندیشن. در این دنیا جانی را که الله متعال به آنها داده، جالب است که جان را الله متعال خودش میده، باز خودش هم میخره. خود این کالا که جان است که فروخته میشود در این میدان، خودش را، این جان رو خود الله متعال داده است. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که الله متعال به شما داده از جانب الله متعال است. هر نعمتی که دارید الله متعال به شما داده است. نعمت رو خودش میدهد، جان رو خودش میدهد، باز همین جانی که خودش به ما داده از ما میخرد و در برابر جنت میدهد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. درباره این آیه، شأن نزول این آیه، برخی از مفسرین نوشتن این آیه درباره
یکی از صحابه رسول علیه السلام به نام صهیب رومی نازل شده است. وقتی که ایشون میخواست که هجرت بکنه از مکه مکرمه به مدینه منوره، مشرکان و قریش جلوی ایشون رو گرفتن، گفتن که کجا؟ تو وقتی که آمدی در مکه در بین ما شروع کردی به زندگی کردن، انسان فقیری بودی، انسانی بودی که هیچ ثروتی نداشتی، نیازمند بودی، الان تجارت کردی، صاحب ثروت شدی، صاحب جایگاه شدی. این ثروت رو ما اجازه نمیدیم این راحتی با خودت ببری و حرکت بکنی بری به مدینه. صهیب رضی الله عنه به خاطر اینکه خود را از دست آنها نجات دهد فرمود که والله میدانید که تیرانداز بسیار ماهری هستم، اگر با من بجنگید تا آخرین تیر خود با شما خواهم جنگید، اما بگذارید معامله‌ای با شما بکنم. شما ثروت من رو میخواهید، ثروت من از شما، به شرط اینکه اجازه دهید من بروم. اگر مال من رو میخواید، مال من برای شما، اجازه بدید من برم. برای اینکه رضایت اندرای متا رو به دست بیاورد، رضایت رسول الله علیه السلام رو در هجرت از مکه به مدینه به دست بیاورد، مال خود رو فدا کرد. این انسان حاضر بود که جان خود رو هم فدا بکنه. و این آیه درباره اون نازل شد. وقتی که هجرت کرد و رفت پیش مسلمانان در مدینه، صحابه او رو دیدن، گفتن مبارک باد به تو تجارتی که انجام دادی. اون گفت برای شما هم مبارک باد. کدام تجارت؟ از چی صحبت میکنید؟ فرمودند که الله متعال درباره تو آیه نازل کرده است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. عده‌ای هستند که جان خود را هم فدا میکنن برای به دست آوردن رضایت الهی. عده دیگر از مفسرین گفتن این آیه درباره شهدای واقعه رجیع ذکر شد که در سال 4 هجرت در فاصله بین مکه و مدینه اتفاق افتاده است. داستان از این قرار بود که رسول الله علیه السلام به درخواست عده‌ای از طوایفی که در اون منطقه زندگی میکنن و ادعای ایمان داشتن درخواست کردند که چند نفری از قاریان قرآن رو رسول الله علیه السلام برای آنها بفرستند تا آنجا قرآن به آنها یاد بدهند. در حقیقت این طوایف که آنجا بودند بنی لحیان با بنی حذیل که در عرفات زندگی میکردند و یک فردی از آنها به نام خالد ابن سفیان حذلی به دست یکی از صحابه رسول علیه السلام به نام عبدالله ابن انیس در یک سریه یک نفری که یک نفر به تنهایی از صحابه رسول علیه السلام از مدینه خارج شد و رفت به سمت عرفات به دستور رسول علیه السلام. و آن طایفه بنی حذیل که بعد از جنگ احد جرأت پیدا کرده بودند، مشرکین در کل جزیره العرب آمادگی می‌گرفتند برای حمله به مدینه منوره. رسول علیه السلام یکی از صحابه خاص خود، نیروهای گارد خاص خود به نام عبدالله ابن انیس رو فرستاد تا برود و خالد ابن سفیان حذلی که فرمانده آنها در عرفات بود در خارج از مکه مکرمه او را همونجا بکشه و جلوگیری بکنه از این که اونها لشکری آماده کنن برای حمله به مدینه. بنی حذیل بعد از اینکه خبر شدن این اتفاق افتاده، اون صحابی آمد و او رو کشت و رفت. بعد از اینکه اینها خبر شدن به فکر انتقام افتادن. به طوایف دیگری گفتن شما ادعای ایمان کنید، افرادی رو بخواهید تا ما اونها رو بکشیم در انتقام از کشته خود. 10 نفر از قاریان قرآن مثل زید بن دثنه، خبیب بن عدی، اینها کسانی بودند که آمدن و در بین راه با هجوم تیراندازان دشمن مواجه شدند. خلاصه 8 نفر از آنها شهید شد و 2 نفر از آنها اسیر شدند و اینها رو به مکه بردن، به اهل مکه فروختن و داستانش مفصل است که اونجا اعدام شدن هر 2 نفر، خبیب بن عدی و زید بن دثنه و دیگر عزیزانی که همراه اونها بودن، همه شهید شدند در این واقعه. این واقعه به نام واقعه رجیع معروف است و بسیار دردآور بود برای رسول الله علیه السلام در فاصله اندکی از غزوه احد که در اون 70 نفر از مسلمانان به شهادت رسیده بودند. عده‌ای از تاریخ نویسان نوشتن از مفسرین هم که این آیه درباره اون اتفاق نازل شده است. عده دیگری گفتن که این آیه درباره علی ابن ابی طالب، سیدنا علی رضی الله عنه، در شبی که هجرت رسول علیه السلام اتفاق افتاد به همراه یار غارش ابوبکر صدیق خارج شدن از مکه و به غار ثور رفتند. در اون شبی که علی به جای رسول علیه السلام در بستر ایشان خوابید و جان خود را به خطر انداخت، آنجا این آیه درباره ایشان نازل شده است. عده‌ای گفتن این آیه درباره عمار ابن یاسر و عده دیگری
این آیه رو درباره خباب ابن الارت، دیگر صحابی رسول علیه السلام که همه اینها در راه دین فداکاری ها کردند، جان فشانی ها کردند، نازل شده است. شأن نزول این آیه هرچه که باشد اشاره به یک نکته بسیار مهم دارد و آن اینکه صحابه رسول علیه السلام جان فشانی ها کردند برای دین مبین اسلام و در این امت هستند کسانی که پیروان صحابه رسول علیه السلام هستند و جان خود را به کف گرفتند و در راه دفاع از دین و ارزش‌های دینی مبارزه می‌کنند و جهاد می‌کنند و حاضرند که جان خود را به کف بگیرند. پیوسته در تاریخ امت اسلامی مجاهدان جان برکفی هستند که با خون خود درخت اسلام رو آبیاری می‌کنند و خون آنها هرگز بی اثر روی زمین باقی نخواهد ماند و این خون آبیاری خواهد کرد درخت اسلام رو و این خون ثمره خواهد داد. کسانی هستند که حاضرند در راه دین فداکاری بکنند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. الله متعال چقدر دوست داره افرادی رو که این گونه با او معامله میکنند، جان خود رو به او میفروشند، بزرگترین سرمایه زندگی خود رو. اینها کسانی که جان خود رو میفروشند به این معناست اینها دیگه از خود سلیقه‌ای ندارن، اینها از خود خواسته‌ای ندارن، اینها از خود آنچه که میخوان هوای نفس خود رو فدای رضای الله متعال کردن. اینها کنترل کردن نفس خود رو، اینها کنترل کردن خواسته های خود رو، اینها فقط کاری انجام میدن که الله متعال راضی است و الله متعال میطلبد. اینها در دنیا یک هدف دارن و این هست که چطور رب خود رو راضی نگه دارم، چطور از الله از من راضی باشد. در این داستان‌های عشق و عاشقی دنیا، همین داستان‌های عاشقانه‌ای که این طرف و آن طرف و قالب شعر در قالب داستان و در قالب حکایت‌ها ذکر می‌شود و بسیار هم جالب است و جذاب است برای خوانندگانشان و مخاطبینشان. وقتی انسان می‌بینه که یک نفری که عاشق یک انسان دیگری است، معشوقه‌ای دارد، حاضر برای کسب رضایت معشوقه خود هر چیزی رو قبول بکنه، هر سختی رو به جان بخرد، هر مشقت و هر مصیبتی رو تحمل بکنه، چون او دوست دارد، فقط به خاطر اینکه به او دست پیدا بکنه، فقط به خاطر اینکه او رو راضی نگه دارد و خوش نگه دارد. حکایت کسانی که شیفته الله متعال هستند، محبت دارند به الله متعال، در راه الله متعال دل دادن، خیلی بالاتر از این است. آنها فقط به یک هدف می اندیشند، چگونه الله از من راضی بشود. مهم نیست اطرافیان چی میگن، ظاهرش رو طوری درست میکنه که الله دوست دارد، چه مرد باشد چه زن، چیزی رو انجام میده که الله متعال دوست دارد، کاری رو میکنه که الله متعال دوست دارد، چیزی رو میگه، چیزی رو میبینه، چیزی رو میشنوه، چیزی رو فکر میکنه، چیزی رو میخوانه، چیزی رو عمل میکنه، چیزی رو میخوره، چیزی رو مینوشه که الله متعال دوست دارد. هر آن چیزی رو که الله متعال دوست ندارد کنار میگذاره. این فقط به یک فکر است، چطور الله متعال از من راضی میشود. مهم نیست اطرافیان راضی میشوند یا نمیشوند، دور و بریا خوششون میاد یا نمیاد، جامعه خوششون میاد یا نمیاد، شهر و دیار خوششون میاد یا نمیاد. این انسان رابطه او با الله متعال است، این با الله متعال رابطه دارد. این به این معنی نیست که با اطرافیان و جامعه و دور و بر خود قطع رابطه بکنه، با اونها دشمنی بکنه، نه، کلا و حاشا. اتفاقا الله متعال دوست دارد که این با اونها محبت بکنه، با اونها خوب باشه، با اونها صادق باشه، با اونها وفادار باشه، با اونها نیکی بکنه، با اونها احسان بکنه، با اونها خوب رفتار بکنه. اما در جاهایی که اطرافیان چیزی میخواهند که الله نمیخواهد، در جاهایی که اطرافیان آنچه را که الله میخواهد نمیخواهند، اون موقع رضایت الله متعال برای او مراد است. فقط الله متعال رو در نظر میگیره، نه بندگان الله متعال رو. اون موقع رضایت الله متعال رو بر هر چیز دیگری ترجیح میدهد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد. الله متعال به بندگان خود رؤوف است. رؤوف از رأفت گرفته شده. رأفت یک مرحله بالاتر از رحمت است. رأفت رحمت خاص است، از رحمت رقیق تر است، از رحمت بهتر است، خاصتر است، بالاتر است. رحمت احیانا
همراه با یک نوعی از درد و زخم همراه است. احتمال داره که رحمت همراه با درد باشه. مثلا فرزندی نیاز به عمل جراحی دارد، فرزندی حتی شاید نیاز به این پیدا بکنه که یک عضوی از بدن او به خاطر بیماری قطع بشه و پدر او رو میاره پیش دکتر با اون رحمتی که دارد، با اون محبتی که به او داره، میاره پیش دکتر و به دست دکتر میده و دکتر با اون رحمتی که نسبت به این بیمار داره او رو به اتاق عمل میبره و این پدر پشت در این اتاق عمل دعا میکنه که دکتر در انجام این عمل و قطع عضوی از بدن فرزندش موفق باشه. این رحمت است، اما همراه با یک دردی است. رحمت پدر، رحمت پزشک به این بیمار، به این طفل همراه با یک دردی برای اون طفل است. رحمت است اما دردی رو در خود دارد. رحمتی که همراه با درد است. هر برنامه تربیتی که یک مربی برای فرزندان، برای زیردستی‌ها و شاگردان خود داره یا پدر و مادر برای فرزند خود دارن، احیانا این تربیت همراه با یک دردی است، با یک سختی و مشقتی است. رحمت است اون احساسی که این کار بر اساس اون انجام میده، اون احساس رحمت است، اون محبت و لطف است. اما در انجام این رحمت احیانا سختی، مشقت و یا دردی همراه است. احیانا رحمت همراه با درد است، اما رأفت هیچ دردی در اون نیست، هیچ تأدیبی در اون نیست، هیچ تنبیهی در اون نیست. رأفت اون محبت خاص است، لطف خاص است، رحمت خاص است که هیچ دردی با خود همراه ندارد، سختی ندارد، مشقتی ندارد، تنبیهی با خود ندارد. و احیانا در موضوع رحمت تنبیه هم هست. در موضوع مثلا آن چیزی که درباره حد زنا و شلاق زدن به زناکار ذکر شده است در سوره مبارکه نور، الله متعال می‌فرماید ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله. در دین الله متعال و اجرای این حکم رأفت به سراغ شما نیاید، نفرمود رحمت نیاید، چون خود همون کار یک نوع رحمت است. تنبیه انسان خطاکار و بازگرداندن او به مسیر صحیح، خود این یک نوع رحمتی است، اما رحمتی که احیانا با یک دردی همراه است. اما رأفت، الله متعال می‌فرماید نشود که در اجرای حکم الله متعال رأفت به سراغ شما بیاید، چون رأفت دیگه تنبیه ندارد، چون رأفت دیگه درد ندارد. اینجا رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد، بعد از ذکر کسانی که جان خود رو حاضرن در راه الله متعال فدا بکنن، الله متعال بالاترین نوع رحمت خود رو ذکر می‌فرماید که رأفت است. والله رؤوف بالعباد. کسانی که در راه الله متعال یک هدف دارن و به دست آوردن رضایت الله متعال، آنها فقط در زندگی یک چیز فکر میکنن، الله راضی بشه، ولو اینکه این کار دوستان من از من ناراض بکنه، ولو خانواده ناراض بشن، ولو جامعه ناراض بشه، حکم الله متعال است باید اجرا شود. آنچه که الله رو ناراض میکنه انجام نخواهم داد، آنچه الله متعال رو راضی میکند انجام خواهم داد. اینها کسانی که این گونه بر الله متعال رفتار میکنن، الله متعال میفهمد والله رؤوف بالعباد، این بندگان خاص الله متعال هستند. والله نفرمود رؤوف بهم، الله متعال با آنها رأفت دارد، فرمود بالعباد، اینها بندگان خاص الله متعال هستند، اینها هستند که الله متعال از آنها راضی است. و الله متعال با اینها طوری رفتار میکنه که هیچ گونه دردی، تنبیهی، مشقتی، سختی به سراغ آنها نخواهد آمد. محبت است و لطف است و احسان است و این رأفت الله متعال است که شامل حال این هست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. چطور این مرضات الله متعال رو میشه به دست آورد؟ چه کسانی در راه کسب رضایت الله متعال در ادعای خود صادقن؟ عملی انجام دهد که رضایت الله متعال به همراه او باشد. هر عملی که رضایت الله متعال را به دنبال دارد دو صفت دارد، دو شرط باید در این عمل وجود داشته باشد. یکی این که این عمل خالصانه برای الله متعال باشد، بدون از هر گونه ریا، بدون از هر گونه ناخلوصی در اعتقاد و در عبادت، خالصانه برای الله متعال باشد. عمل به خاطر این نباشه که مردم ببینن، به خاطر اینکه اون بگه به به و چه چه،
به خاطر اینکه فلانی راضی بشه، برای اینکه توجه فلانی رو جذب بکنه، فقط برای الله متعال است و بس، فقط به خاطر الله متعال، خالصانه برای الله متعال باشد. یک. دوم، بر اساس سنت رسول علیه السلام باشد، آنگونه‌ای که رسول الله فرموده است انجام بدهد. در سوره مبارکه آل عمران در آیه 31 الله متعال می‌فرماید قل، ای پیامبر من بگو، این کنتم تحبون الله، اگر شما واقعا الله رو دوست دارید، اگر شما در ادعای محبت خود به الله متعال صادق هستید، من الله با عظمت برای پذیرفتن این ادعای شما یک شرط دارم. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی، از من پیامبر اطاعت کنید. با آنها بگو اگر شما الله متعال میفرماید اگر شما الله را دوست دارید باید از من محمد مصطفی علیه السلام اطاعت کنید. یحببکم الله فاتبعونی یحببکم الله، از من محمد مصطفی علیه السلام اطاعت کنید، آنگاه الله متعال شما را دوست خواهد داشت. هر عملی که دو شرط داشته باشد، یکی مطابق سنت رسول الله علیه السلام و پیرو دستورات او باشد، یعنی بدعت نباشد، مطابق سنت باشد، و دوم خالصانه باشد، خالی از ریا باشد، فقط برای الله متعال و نه برای غیر الله متعال و برای اولیای الله متعال، نه، برای فقط الله متعال باشد. هر عملی که پیرو سنت رسول علیه السلام باشه، نه بدعت، نه خرافات، نه که انسان جان خود رو فدا بکنه در مسیر نادرستی که گمان میکنه عبادت است. چه بسیار گروه های منحرفی که جان خود رو حتی فدا کردن برای آنچه گمان میکردن عبادت است، اما به مسیر بیراه رفتن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا تو را به زیان بارترین کارها دلالت نکنم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسانی که سعی بیهوده بردن در زندگی دنیا و گمان میکردن که عبادت میکنن. اگر نگاه بکنیم به تاریخ امت اسلامی، کسی که سیدنا علی رضی الله عنه امیر مؤمنان، علی ابن ابی طالب داماد رسول الله علیه السلام، همسر فاطمه زهرا اون بانوی عظیم و پدر حسن و حسین سردار جوانان بهشت رو در محراب عبادت در سحر رمضان با ضربه ناجوان مردانه و ظالمانه خود به شهادت رسان یک مسلمانی است به نام عبدالرحمن ابن ملجم که حافظ قرآن است و این عمل خود رو عبادت تلقی می کرد. این گمراهی است، این ضلالت است، این فهم نادرست دین است. کسانی که به عنوان خوارج از لشکر علی رضی الله عنه خارج شده بودند و بر علیه ایشان رو کافر دانستند و در جنگی در نهروان با ایشون جنگیدند و باقی مانده های آنها شروع به ترور شخصیت های بزرگ امت اسلامی در آن زمان کردند، من جمله خلیفه مسلمانان در کوفه امیر مؤمنان علی رضی الله عنه که ایشون رو به شهادت رساندند. و وقتی که سیدنا حسن رضی الله عنه بعد از شهادت پدر بزرگوارش خواست از این فرد قصاص بگیرد و به او گفت توبه کن از آن گناهی که کردی، گفت از کدام گناه؟ بزرگترین عبادتی که من انجام دادم کشتن علی است. این گمراهی است. چه بسیاری از جوانان ما متاسفانه در جامعه ما دچار یک سری افکار افراطی شدن و فکر میکنن که درست میرن و فکر میکنن که کار عبادت میکنن. اون کسی که قاتل سیدنا علی است، امیر مؤمنان، داماد رسول علیه السلام، خلیفه مسلمانان، در محراب عبادت در جای نماز با شمشیر زهرآلود مورد هدف قرار میگیره و اون کسی که این کار رو میکنه فکر میکنه عبادت میکنه. این گمراهی است. اون عملی که انسان انجام میدهد باید مطابق سنت رسول علیه السلام، مطابق قرآن کریم باشه. نه اینکه من جان خود رو فدا بکنم، هر جوری که تصور میکنم فکر بکنم، به خودم بمب ببندم برم یک جایی بین مسلمانان و خودم رو منفجر بکنم با یک شبهه‌ای، با یک مسئله اختلافی، فکر بکنم که این دیگه واجب القتل است، او رو بکشم، این رو بکش، اون رو بکش، این رو بکش. از خود
اصولی دارد، از خود قواعد و ضوابطی دارد. این مسائل با فهم باید باشه. بله، جهاد در راه الله متعال جهاد رو یک عبادت بزرگ دانسته است، اما جهاد از خود فقهی دارد. شما نماز بخونی، نماز از خود باید یک اصولی داره. شما نمیشه اون نماز رو اونجوری که خودت دوست داری بخونی. نمیشه که شما نماز خواندن، نماز مهم است، باید خوانده شود روزی 5 بار، اما چند رکعت خوانده شود، چه وقتی خوانده شود، چطور خوانده شود، در قیامش چه گفته شود، در رکوع چه گفته شود، در سجده چی گفته بشه، در تشهد چی گفته بشه، اینا همه مشخص شده، همه اینها گفته شده است. نمیشه که من از پیش خودم هر جوری که دوست دارم نماز بخونم. نمیشه که شما حج بکنی اما اونجوری که دوست داری حج بکنی. نه، حج زمانش مشخصه، مکانش مشخصه، عبادتهاش مشخصه، فقهش مشخصه، ترتیبش مشخصه. نمیشه که من از پیش خودم بلندشم برم هر جوری که دارم خواست من حج میرم، در غیر از ماهای حج، در غیر از مکه مکرمه جای دیگری برای حج برم که به حج برم. این دیگه حج نیست. این راهی که آدم میره به ترکستان است. این که عبادت جهاد، بله جهاد بسیار مهم است در دین مبین اسلام. جهاد ذروة صنم هذا الدین، قله بلند مرتفع دین است. جهاد عزت، کرامت، شرافت، حرمت مسلمانان رو حفظ میکنه، جایگاه اونا رو حفظ میکنه در برابر ظالم، در برابر متجاوز خصوصا. اما از خود فقهی دارد، از خود اصولی داره، از خود راهی داره. نشود که خدایی نکرده از جمله افرادی قرار بگیریم که الله متعال میفهمد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. به بیراهه رفتن، گمان میکنن عبادت میکنن. قاتل سیدنا علی رضی الله عنه یک حافظ قرآن است، معلم قرآن بوده است، اما چه کرد؟ این گمراهی است، این ضلالت است. اینها رو مواظب باشیم. اینی که الله متعال میفهمد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جان خود رو فدا میکنه برای به دست آوردن رضایت الله متعال. رضایت الله متعال چه وقت حاصل میشود؟ اخلاص باشد و مطابقت با سنت رسول علیه الصلاة و السلام و دین مبین اسلام. باید برای این عمل یک دلیلی از قرآن کریم یا از سنت صحیحه رسول علیه الصلاة و السلام وجود داشته باشد، وگرنه دیگه در مسیر رضایت الله متعال نیست، در مسیر رضایت شیطان است. وگرنه اون موقع دیگه انسان نباید انتظار داشته باشد که لطف الله شامل حال او شود. نه، آنچه که الله متعال فرموده همونطوری که رسول الله فرموده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از من محمد مصطفی علیه السلام اطاعت کنید، الله متعال آن وقت شما را دوست خواهد داشت. در مسیر درست باید قرار بگیره انسان. از مسیر خارج شد، اون موقع به تباهی و گمراهی و به مسیری می رود که مشخص نیست نهایتش کجا باشد. در ادامه الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنان به صورت واضح و آشکار. ای مؤمنان، ای مسلمانان، ای کسانی که ایمان آوردید بر الله متعال، ای کسانی که ایمان آوردید به محمد مصطفی علیه السلام، ای کسانی که به قرآن کریم ایمان دارید، ای کسانی که روی به کعبه 5 بار در روز نماز میخوانید. ای مسلمانان، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، همه تن در اسلام داخل شوید. ادخلوا داخل شوید. فی السلم، سلم اینجا به معنای اسلام است. سلم به 2 معنی استفاده میشه، یکی اسلام، یکی صلح. و اینجا نحو للسلم در سوره مبارکه انفال داریم. اگر به صلح مایل شدن میتونه هر 2 معنی اینجا باشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، صلح، آسایش، آرامش وقتی ایجاد می شود که قوانین اسلام در جامعه اسلامی تطبیق پیدا کند. ادخلوا فی السلم کافة، همه تن به اسلام داخل شوید. ادخلوا فی السلم کافة، کافة کامل. اسلام یک مجموعه دستورالعمل است. اسلام یک برنامه زندگی است که بخش‌های مختلف زندگی ما رو در بر گرفته. اسلام رو درست بفهمیم. اسلام یک مجموعه است.
که همه اینها با هم می شود اسلام. بنای اسلام تشکیل شده از چند بخش است. اسلام، شما یک ساختمان وقتی می سازید، یک بنا وقتی می سازید، اول باید پی اون درست باشه، شالوده او، اساس او، پی ساختمان شما باید خوب محکم ساخته بشه. این اعتقاد است. اعتقاد اسلام، اعتقاد شما درست باشه. ارکان ایمان، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز آخرت و تفاصیلش و ایمان به قضا و قدر الهی. اون ارکان ایمان است. اینها اون پایه و اساس است. تنها این نیست. ایمان بیاری دیگه ادامه ندی میشی مثل ابلیس. ایمان داره ولی عمل نمیکنه. به ارکان ایمان همش ایمان داره. آیات قرآن دلالت بر این دارد. پی ساختمان رو شما بساز، خیلی محکم بساز، بعد این دیگه خب تمامش کن. این که برای تو خانه نشد، این که خانه نمیشه که. تنها با ساختن پی ساختمان شما خانه نساخته که، پی ساختمان ساختی. خانه‌ای نیست که به درد شما بخوره. مرحله بعد ستونهای این بناست. ستونهای این بنا عبادت‌ها هستند. نماز است، روزه هست، زکات برای کسی که توانمندی داره، حج برای کسی که توانمندی داره. اینها ستونها هستند. اینها ستون هاست فقط. سقفی دارد، دیواری دارد خانه. این سقف و دیوار اخلاق است. اخلاق سقف است، دیوار است. اینها رو باید داشته باشیم. عبادت ها برای ما تنهایی نمیتونن یک ساختمان بسازن. اخلاق به تنهایی نمیشه برای یک ساختمان باشد. همونطوری که اعتقاد به تنهایی نمیتونه که یک ساختمان باشه. ادخلوا فی السلم کافه. اسلام اعتقاد است، اسلام عبادات است، اسلام اخلاق و معاشرات است. هر سه اینها اسلام است. هر سه اینها جز دین است. دین یکی از اینها نیست. دین یک مجموعی از اینهاست. یک ساختمان و یک بنا تنها پایه و اساس نیست. یک ساختمان و یک بنا تنها در و دیوار نیست. یک ساختمان و یک بنا تنها ستون نیست. همه اینها باید مجموعی با هم باشه. شما یک بنای خوب داشته باشی، بتونید راحت داخلش زندگی بکنید. نمیشه که یکی فقط اعتقاد رو بگیره بقیه‌شو کاری نداشته باشه. آقا من اعتقاد دارم قیامتی هست، خدایی هست، روز حساب کتابی هست و خدا که نیازی به عبادت من نداره. خدا نیاز نداره، من تو نیاز داره. به چیز دیگه هم پای من نیست. یک پی ساختمانی ریخته و تمام، همونجا نشسته دیگه، درش خوش ساختمانی دارد. نمیشه که انسان فقط اخلاق رو از دین بگیره بقیه رو برش بکنه. عبادت نه نمازی بخونه، نه روزه‌ای بگیره، نه زکاتی بده، نه حجی داشته باشه، نه اعتقادی درستی داشته باشه، اعتقادش رو هم حتی یاد نگرفته باشه. فقط دین میگه اخلاق خیلی خوبه. اخلاق و دین من انسانیت است. با این تعبیرهای امروز دین من دین انسانیت است. اخلاق، به دیگران خوبی بکن، اخلاق خوبی داشته باش. حکایت این آقا مثل کسی است که در یک زمین خشکی آمده برای خودش یک دری گذاشته این طرف و وسایلی گذاشته این طرف و بعد همینطور یک 4 تا چوب هم کنار هم گذاشته، یک سقف نازکی هم روش گذاشته. درش خوش خانه دارد. یک بادی بیاد، یک طوفانی بیاد، همه رو از بین میبره. یک بادی بیاد، در اولین آزمایش زندگی این فرد، اولین سختی که به سراغ این آقا میاد، همون انسانیتش هم یادش میره، همون اخلاقش رو هم گم میکنه. در اولین آزمایش همون اخلاق رو هم از دست میده. این همون خیمه است دیگه. خیمه درست کرده، چند تا وسایل داخلش گذاشته، درش خوشه که برای خودش خانه ای ساخته. باد که بیاد از بیخ میکنه خیمه ایشون رو. در اولین آزمایش همه چی از بین میره. دین فقط اخلاق نیست. دین فقط عبادات هم نیست. دین فقط این نیست که نماز و روزه و خلاص. آقا نماز میخونه، اخلاق نداره، دروغ میگه، وفای بعد نداره، فحش میده، غیبت میکنه، تهمت میزنه، هر کاری حرام میخوره، حق دیگران رو میخوره، مسجد هم میره، روزه هم میگیره، روزه میگیره، آب نمیخوره در طول روز، آب نمیخوره، غذا نمیخوره، اما مال مردم رو میخوره، اما حق دیگران رو میخوره. اینها برداشته غلط از دین است. اینها دین این تنها یک شی نیست، تنها همه اینا دینن، همه اینها مجموعی از دین است. دین رو درست بفهمیم. دین تنها اعتقاد نیست، دین تنها اخلاق نیست، دین تنها عبادت ها نیست. هر سه تا اینها با هم دینن. شما یک بنای کامل رو وقتی داری که هم اساس درست باشه، هم ستونها و پایه ها و سقف درست باشه، هم در دیوار پنجره‌ای داشته باشه، هم
وسایل خونی داشته باشی، ظرف و ظروفی، فرشی، نیازهایی که داری. اون موقع میتونی راحت بگی من یه خونه خوبی دارم، داخل خونه زندگی میکنم. اون موقع یک بنایی داری. اسلام دقیقاً همینه. اساس اعتقادت باید درست باشه، عبادتت باید درست باشه، اخلاقت باید درست باشه. همه اینها دین است. عزیزان من، همه اینها دین است. به ولی اخلاق جزئی از دین است. اعتقاد جزئی از دین است. اعتقاد جزئی از دین است. خیلی اصلا اعتقاد براشون مهم نیست. چون اعتقاد براش مهم نیست، چون اعتقاد رو نفهمیده، دوست و دشمنش رو هم نمیشناسه. یک انسان منافق رو، یک انسان مشرک رو، یک انسان کافر رو، یک انسان ملحد رو، یک انسان بیدین رو هم مسلمان میداند. اون رو هم در صف مسلمانان جا میده. اون رو هم فکر میکنه که یکی مثل خودش هست. ما از دردهای مختلفی در جامعه رنج میبریم. یک عده‌ای در جامعه ما فقط پرداختن به موضوع اعتقاد و از عبادت‌ها، از اخلاق هیچی نمیگن. یک عده‌ای فقط به اخلاق پرداختن، انگار دین فقط اخلاق است. نه عبادتی هست، نه اعتقادی هست درباره ولا و برا، درباره اسلام و کفر، درباره شرک و کفر، درباره منافق و مسلمان و کافر هیچی نمیگن. فقط اخلاق و اخلاق و اخلاق و اخلاق. دین فقط اخلاق نیست. دین فقط عبادت نیست. دین فقط اعتقاد نیست. دین همه این هست. دین رو از یک زاویه نبینیم. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. قرآن کریم بنی اسرائیل رو ملامت کرد. شما چرا گزینشی با دین رفتار میکنید؟ آن چیزی که باب طبع خودت هست قبول میکنی، اون چیزی که باب طبع نیست قبول نمیکنی. نه، اینطوری نباید باشه. اسلام بدون هزینه. یک عده‌ای دنبال یک اسلام مجانی هستن. اسلام مفت. اسلامی که هزینه پرداخت نکنن. اسلامی که در اون حاضر نباشن که چیزی بدند. حاضر نباشن امتحانی پس بدن. هر حکمی که برای اونها انجامش آسان قبول میکنن. هر حکمی که برای اونها انجامش سخت قبول نمیکنن. چون مسئولیت داره. وقتی مسئولیت داشت باید هزینه بکنن. نمیخواد هزینه بکنه. این حکم اگر قبول بکنه بین معنیست که بعد با خیلی راحت رابطه بکنه، نمیکنه. این دستور اگر قبول بکنه براش سخته. دیگه نمیتونه این معامله و اون معامله و اون معامله و اون تجارت رو داشته باشه. قبول نمیکنه. این حکم اگر قبول کرد مجبور سختی تحمل میکنه. حلال، حرام، مرزهای بین حلال و حرام. برخی اینطورن، انتظار دارن در خانه بنشینن، هیچ کاری هم نکنن، هیچ سختی هم تحمل نکنن، هیچ مشکلی هم نبینن، هر جوری هم که خودشون دوست دارن دین رو بفهمن، اسمش رو بگذارن دین، روز قیامت هم با عزت و تشریفات ایشون رو ببرن در بالاترین درجه بهشت بگذارن. هیچ آزمایشی هم نشن. نه، اصلا همچین چیزی نیست در دین. دین یک مجموعه کامل است. همه رو باید بپذیرید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. همه تن به دین داخل بشید. دین در تمام جوانب زندگی شما باید بیاید. تمام رفتار زندگی شما دین است. رفتار شما با خانواده دین است، با همسر دین است، با فرزند دین است، با خواهر برادر دین است، با والدین دین است، با همسایه های تو دین است. رفتار تو با حیوانات حتی دین است. و در روایت مگر نداریم که یک زن بدکاری یا در روایت دیگری مرد بدکاری، یک انسان بدکاری از آب دادن به یک سگی وارد جنت می شود، در مقابل یک انسانی که ظاهراً فکر می‌کرد آدم خوبی است. از شکنجه کردن یک گربه‌ای که در قفس گذاشته بود، نه آزاد می‌کرد خودش غذایی برای خود پیدا کنه، نه به او غذای میداد و مرد. رسول الله فرمود او رو به دوزخ برد در می‌تاب. حتی رفتار با حیوانات دین است. رفتار با انسان‌ها به جای خود. این همه دین است. این جزئی از دین است. همه زندگی ما، تعاملات ما، سیاست ما، اقتصاد ما، اجتماع ما، نشست و برخاست ما، دوست و دشمن ما، همه اینا دین است. همه اینها دین است. عبادت‌های ما جز دین است. اعتقاد ما جز دین است. معاملات ما جز دین است. معاشرات ما جز دین است. ادخلوا فی السلم کافة. همه تن بیا به دین وارد شو. نمیشه هر مسلمانی نماز میخونه، روزه میگیره، حجاب نمیکنه. خب نمیشه که اینطوری. حجاب هم جز دین است. اون خداوندی که شما را امر به نماز کرده، همون خداوند شما را امر به حجاب هم کرده.
نمیشه که من نماز بخونم غیبت رو ترک نکنم، دروغ رو ترک نکنم، وفای عهد بر من مهم نباشه. نمیشه. خب اینم جزء دین است. همون خداوندی که گفته نماز بخون، همون خداوند فرموده که صادق باش، وفای به عهد داشته باش، غیبت نکن، تهمت نزن، مسخره نکن، توهین نکن. همون رب گفته است ادخلوا فی السلم کافة. اسلام رو درست بفهمید، همه تن به اسلام وارد بشید، همه ابعاد اسلام رو رعایت بکنید. این همه عبادت است. نه اسلام رو خلاصه کن در گوشه مسجد، نه اسلام رو خلاصه کن در فقط فکر و باور و اعتقاد، نه اسلام رو خلاصه کن نه در اخلاق و رفتار. همه اینها باید باشد. یکی از اینها نبود اسلامت میلنگه. یکی از اینها نبود اساس و بنای ساختمان دینت مشکل داره. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. این یک معناست. خودت به عنوان یک مسلمان همه اینها رو در زندگی خودت بیار، همه اینها رو در زندگی داشته باش. این معنای اول. معنای دوم این است یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. ای کسانی که ایمان آوردید، همه با هم در اسلام بیایید. وقتی میتونید ثمرات مسلمان بودن رو در جامعه درک بکنید، بفهمید که همه با هم شروع کنید. بازگشت دست جمعی، همه با هم شروع کنید. ادخلوا فی السلم کافة. همه با هم شروع کنید اسلام رو در زندگی بیاورید. وقتی در یک جامعه ولو کوچیک همه صادق باشن، همه انسان‌های پاکی باشن، همه اعتقاد درستی داشته باشن، همه عبادت‌هاشون رو درست انجام بدن، از گناهان دوری بکنن، همه اخلاق خوبی داشته باشن، اخلاق بد رو کنار بگذارن، اونجا بهشت میشه برای انسان. انسان لذت میبره در این جامعه زندگی بکنه. یک مدینه فاضله میشه، یک مدینه طیبه میشه برای انسان. وقتی همه رعایت میکنن، موقع انسان رشد میکنه در این جامعه. فرزندان انسان رشد میکنن در این جامعه. این جامعه موفق میشه، این جامعه به تکامل میرسه. اما اگر یکی رعایت میکنه 10 تا رعایت نکنن، 5 تا رعایت کنن 5 تا رعایت نکنن، اینجا اون ثمرات کلی که باید داشته باشه نداره. انسان صادقی که با 5 تا انسان دروغگو داره رفت آمد میکنه، تجارت میکنه، همین صادق هم دیگه بعد مدتی خسته میشه از این کارش، تاثیر منفی میگذاره. 5 نفر حجاب دارن 10 نفر بی حجابن، 2 تا حجاب داره 8 تا بی حجابن. این اون تأثیری رو که باید داشته باشه نمیگذاره. ادخلوا فی السلم کافة. اگر یک آرامش میخواید، اگر امنیت میخواید، اگر راحتی میخواید، اگر آسایش میخواید، اگر رفاه میخواید، اگر خوشبختی و سعادت میخواید، اگر میخواید خودتون، خانواده خودتون، دوروبری های خودتون، همسایه های خودتون، شهر و دیار خودتون راحت زندگی بکنید، الله متعال میفرماید من برای شما یک برنامه زندگی فرستادم، همتون اجرا کنید. ادخلوا فی السلم کافة. همه با هم، هر کسی به تنهایی تمام ابعاد دین رو در زندگی بیاورد و همه شما در جامعه رعایت کنید. وقتی که رعایت میشه اون موقع چه جامعه زیبایی میشه. اون موقع میبینیم که گناهان چقدر پایین میاد آمارش، ناامنی چقدر پایین میاد آمارش و چقدر رشد میکنه انسان در این جامعه. ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات شیطان. در این راه مواظب گام های شیطان باشید. ولا تتبعوا، پیروی نکنید خطوات شیطان. شیطان نمیگذاره شما همچین فضای ایجاد بشه برای شما. شیطان نمیگذاره تو یک مسلمان همه تن باشی. شیطان اصلا کارش همینه. شیطان اینطور نیست که دیگه نصف روزی 2 ساعتی 3 ساعتی تو مسجد فقط سراغ من تو بیاد وقت عبادت بیاد. نه، هیچ کار دیگه ای نداره. نه حقوق میگیره از جایی، نه کارمند جایی هست، نه این است که بره جای دیگه کار بکنه. 24 ساعت با من تو هست. وظیفه شیطان گمراه کردن من تو هست. هر نفر یک شیطانی همراه او 24 ساعته هست. وظیفه او همین است که انسان رو گمراه بکنه. چطور گمراه میکنه؟ شیطان نمیاد که همه رو با یک حیله و با یک سلاح از راه به در بکنه. هر کسی رو با یک روشی. اون انسان عابد زاهد رو با ترک کردن
برخی از عبادت‌های مهم با نوافل مثلا انقدر نیاز نیست انقدر نفل بخونی، کمتر بخون. حالا نخونی هم چیزی نمیشه، نفل دیگه حالا میشه بخواب. حالا این روز نفلی رو دفعه نگیر، دفعه بعد بگیر. برای اون انسان اینطور میاد. کسی که پایین‌تره، حالا این سنت نماز سنت رو نخونده مهم نیست. سنت دیگه نخونم، فرضا رو بخون بس. مسجد نرو، خونم میشه خون، زیاد مهم نیست. حالا نیاز نیست که حتما تو در هر رکعت اینقدر تلاوت بکنی، اینقدر بخون، زود بخون تمومش کن، برو دیگه. 3 دقیقه 4 دقیقه کار داره، زود باش. عجله کن، زود باش، منتظریم. بعد 3 ساعت میشینه اونجا برای خودش تعریف میکنه با دوستاش. هیچ، ما 3 دقیقه نماز بخون، 3 ساعت بشین با دوستان بگو بخند. وسوسه میکنه شیطان. بعد مراحل پایین‌تر میاد، بعد گناهان رو کم کم، گناهان کوچک رو کم کم، گناهان بزرگ رو کم کم، به معصیت‌ها با کم کم دیگه به جایی میرسه که در دین شک میکنه، از دین بیرون میکنه، به کفر و شرک رو میرسونه، دشمن دین میکنه، بر علیه دین میکنه. یعنی هر کسی رو در مرحله‌ای که هست، هر گناهی انسان رو به یک گناه دیگری سوق میده بدتر از اون گناه، و هر عبادتی انسان رو به یک عبادت دیگری بزرگتر از اون عبادت میکشاند. این طبیعت ما انسان هست. هر گناهی ما رو به یک مرحله بدتر از اون گناه میبره و هر عبادتی ما رو به یک مرحله بالاتر از اون عبادت. هر گناهی به یک مرحله پایینتر از اون گناه میکشاند و هر عبادتی به یک مرحله بالاتر از اون عبادت. به همین خاطر الله متعال میفهمد شما دنبال گام‌های شیطان نرو. شیطان چیکار میکنه؟ شیطان اینجوری نیست که بیاد ما رو بگیره به زور ببره، نه. الله متعال میفهمد در روز قیامت و قال شیطان لما قضی الامر، وقتی کار از کار تمام میشه، حساب کتاب تمام میشه، شیطان میاد میگه به کسانی که اونها رو فریب دادن ان الله وعدکم وعد الحق. الله متعال به شما وعده حق داده بود، دیدید الان هر چی گفته بود حق است. و وعدتکم فاخلفتکم، اما من به شما وعده دادم، خلف وعده کردم. من بر شما هیچ تسلط و سلطه‌ای نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. شما برام مسلط نبودید، من بر شما مسلط نبودم. من یک دعوتنامه فرستادم، وسوسه کردم، تو پشت سر من آمد. همون لحظه رو اگر جلوش انسان بگیره تموم. یک وسوسه میاد، همون لحظه اون وسوسه رو بی‌توجهی کنی تموم شده رفته. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان میگوید منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. تو خودت خواهان این چیز بودی، من فقط یه وسوسه کردم تو اومدی. ولا تتبعوا خطوات شیطان. جای پای شیطان، قدم‌های شیطان رو شما، گام‌های شیطان رو پیروی نکنید. این معنی است که شیطان یک دفعه انسان رو به کفر و شرک نمی‌رسونه. یک وقت نمیاد شیطان پیش یک انسانی که نماز می‌خونه میگه بیا پیش این بت سجده کن، بیا خدا چیه، ولش کن خدا رو، بیا شراب بخور، بیا برو فلان جا، اونجا عشق و حالی بکن. نه، اینطوری با این آدم اینجوری رفتار نمی‌کنه. اون رو اول کم کم از نماز، از مسجد بکشه بیرون تا برسه به اونجا. هنوز راه داره، خیلی حوصله هم زیاد داره شیطان. تجربه چند هزار ساله شیطان بزرگ رو هم دارد. الله متعال میفرماید مواظب باشید، همه تن به اسلام وارد بشید، دنبال وسوسه شیطان نرو. اجازه نده شیطان تو رو بگه خب حالا این که جزء دین نیست، یاد مهم نیست، بابا این افراط در دین است، این قرائتی ملاها هم خیلی سخت گرفتن دیگه دین رو. این تعبیر خیلی عجیب است، ملاها هم خیلی سخت گرفتن این دین رو. خب شما که این حرف رو میفرمایید، شما خودتون چه جایگاهی در دین دارید؟ شما متخصص علوم شرعی هستید، شما مفسر قرآنید، شما فقیهید، شما محدثید. شما چه تخصصی در امور دین دارید که دین رو بهتر از این کسی که بهش اعتراض میکنید فهمیدید؟ این هم خیلی دین رو سخت گرفتن. دین انقدر سخت نیست. کسی این صحبت رو میکنه قرآن خواندن بلد نیست. مثل اینی که من بیام بگم این پزشکام دیگه واقعا شروع شده در آوردن، پزشک اینطور که شما میگید نیست دیگه. بعد پزشک بیاد من میگه بفرما جناب آقای معترض، این شما اینم بیمار روی تخت بیمار، بسم الله برو جراحیش کن. من حق ندارم همچین حرفی بزنم. من بیام در هواپیمایی که سوارشم بگم با این خلبانم خلبانی بلد نیست، بسم الله شما بیا خلبانی کن. این موضوع فهم دین. دین چیست؟ دین کتاب الله و سنت رسول الله علیه الصلاه و السلام است. دین همین دو تاست، دیگه چیزی نیست. دین قرآن است و سنت رسول الله علیه الصلاه و السلام که قرآن معرفی میکنه ما اتاکم الرسول فخذوه و من نهاکم عنه فانتهوا. آنچه پیامبر گفته اطاعت کنید، آنچه من کرده قبول نهی کنید، خودتون رو دور کنید. من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که رسول اطاعت کنه فقط از الله اطاعت کرد. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. درباره دین هر چی میگه وحی الهی است، اطاعت کنید.
دین قرآن است و سنت رسول علیه السلام. هر چیزی که در چارچوب قرآن و سنت رسول است دین است. باید بپذیر. هر چیزی که خارج از دین است دین نیست. اجازه نده شیطان تو رو وسوسه بکنه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان دشمن آشکار شماست. شیطان میاد در برداشت تو از دین، قرائت تو از دین، فهم دین به تو وسوسه میکنه، تو رو نمیگذاره که دین رو درست بفهمی. دین رو از کسی که فهمیده یاد بگیر. به دنبالی نباش دین رو کی برای تو باب طبع تو بیان میکنه. به دنبال کسی نگرد که دین رو از کسی نگیر که دین رو برای تو باب طبع تو، باب دندان تو مطرح میکنه. نه، از کسی بگیر که دین رو از کتاب الله و سنت رسول الله برای تو ثابت میکنه. دین نه منم نه غیر من، هیچ کسی نیست، هیچ عالمی، هیچ دعوتگری، هیچ فقیهی، هیچ محدثی، هیچ مفسری خودش به تنهایی دین نیست. هیچ عالمی به تنهایی خودش دین نیست. دین کلام الله متعال است. دین سنت رسول الله علیه السلام است. هر کسی که برای حرف خود دلیلی از قرآن و دلیلی از سنت رسول الله علیه السلام ذکر کرد، اون موقع حرفش قبول است. چون دین همین است. هر کسی که برای حرفی که میزند دلیلی از قرآن یا از سنت رسول علیه السلام ندارد، اون دین نیست. اون برداشت خود این شخص است، هیچ ربطی به دین نداره. دین این است. دنبالی نروید که اجازه نده شیطان شما رو در فهم دین دچار اشتباه بکنه. دین رو همه تن بفهمید. اولا بفهمید دین رو کامل، ابعاد مختلفش رو همه تن در زندگی تلاش کنید اجرا بکنید و دنبال این نرید. اون چیزی که دین است قبول دین است. یه وقتی از انسان گناه میکنه، میدونه گناه میکنه، این گناهش کمتر از اون کسی است که گناه میکنه و توجیه میکنه گناه خودش رو. کسی هست دین رو کوتاهی میکنه، قبول داره دین است ولی کوتاهی میکنه. خب این جرمش خیلی کمتر از کسی هست که کوتاهی میکنه ولی توجیه میکنه. نه، این کی گفته این حرام است؟ کی گفته این جزء دین است؟ این خیلی خطرناکتره. خطرناک این است که انسان دین رو فهمیده اما قبول نمیکنه. منکر دین است اصلا. یکی از قبول داره اما خب میگه من قبول دارم، کوتاهی میکنم، این جزء دین هست، حجاب هست، ولی من خب خدا ببخشه من کوتاهی میکنم، توفیق بده. این گناه میکنه، خدا توفیق بهش بده، خدا ببخشتش. یکی از میگه کی گفته حجاب جزء دین است؟ خیلی خطرناکه. این انکار ثوابت دین است. یکی انکار ثوابت دین است، یکی کوتاهی در عوام ثوابت دین است. کوتاهی خوبم گناه است، انکار اصلا کنه به کفر میکشونه انسان. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان و نیروی شیطان رو پیروی نکنید. همه تن به اسلام وارد بشوید که شیطان دشمن آشکار شماست. هیچ وقت انسان حرف دشمن رو گوش نمیکنه. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، او رو دشمن خود بگیرید. واقعا دشمن بگیرید. وقتی کسی دشمن من است، یکی از اعضای خانواده من رو کشته، به معاصیب رسونده، آیا من حرف اون رو گوش میکنم؟ ولی این که از در دوستی با من وارد شود، کلا و حاشا. شیطان دشمنم است. شیطان رو دشمن بگیریم، بدانیم چه چیزهای شیطان است. هر چیزی که خلاف از قرآن، غیر از قرآن و سنت رسول الله است، کلام شیطان است. اون رو قبول نکنیم. در امر دین هر کسی چیزی به دین نسبت میدهد که نه در قرآن است و نه در سنت رسول علیه السلام، بلکه قرآن و سنت خلاف او را میگن، این کلام شیطان است. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. به دنبال شیطان و راه شیطان نروید. از الله متعال میخوایم که ما شما فهم صحیح دین و توفیق به عمل و دستوراتش را نصیب بفرمایید. تا دیدار دیگر همه شما صبران و برنامه‌تان میسپارم. الله یار و نگهدارتان.